رشته ها میدونی چه شکلی هن؟ شبیه من میمونه. میشه تو امواج موهات غرق شده قوطه خورد. من الان نمیدونم چی بگم. خدا همه چی برای تموم کرده. آره چرا شل حرف میزنی؟ همیشه اینطور بودم. رنگ چشاتو بیشتر دوست داری یا رنگ موهاتو؟ رنگ چشام. همه بهم میگن دختر اما پسرم. من میخوام خودم پسر کنم. فرشته ها جنسیت ندارن. باش. اسم من چیه؟ آقای رفائل. بریم یه تغییر اساسی برات بدیم باشه؟ باش. دست کن بده. اصلا اینطور نمیشه. این موها رو که من دلم نمیاد بریزم پایین. تابلوش میخوایم بکنیم. تابلوش. گریه زاری که نمیخوای بکنی. ساکتم. عمو بله. خیلی ناراحتی موهاتو زدی؟ آره خیلی. باید گریه هاتو قطع کنی من بتونم موهاتو سشوار بکشم. نمیدونم قطع کنم. عادت کرده بودی بهش. آره گرد بودم. منو معذرت میخوام. منو میبخشی؟ به دستت به خدا بیا دیگه گریه نکنی. بریم موهاتش خوشگل کنم. منو نگاه کن. آماده ایم؟ آره. بریم خوشگلت کنم. شاد خوشت میگم تموم شاعرام برای تو غزل بگم. میگم تموم خنده ها سهم لبای تو بشن. الان موهات خوشت اومده یا نیومده؟ یکم بدم میادم و خیلی ازش خوشم اومده. خیلی جنتلمن شدی. جنتلمن میدونی یعنی چی؟ نه. یعنی با وقار، با شخصیت. انشالله بزرگ شدی حق تو از این زندگی بگیر. در واردش نمیدونم. باید خیلی قوی بشی که حق تو بگیری. خودم میدونست.